میخوایم بریم بازار مشیر خلوت. مشیر خلوت همه تو کار لوازم خرازی، انواع نمیدونم پولک و منجوق و روبان و از اینجور چیزا داره. طبقه زیر زمینش هم که یه سری کار چمدون و ساکت. یه لحظه کن برگه SMS اینجا یکی از ورودی های مشیر خلوته. بریم داخلش بهتون نشون بدم. 3 طبقه است. این انواع دکمه، انواع روبان و خز و گیره و زیپ و این وسط مشیر خلوت. پایین که گفتم چاک و چمدونه، طبقه بالا که همه وسایل لوازم خرازی.